حبیب خدا درود و صلوات بر او می‌فرماید عجیب است کار یک مؤمن بجز به مؤمن به کسی دیگه این کار نمی‌شود. اگر یک خوشحالی به او رسید شکر میکنه و این برای او خیر است و اگر یک مصیبت رسید صبر میکنه باز هم برای او خیر است. فرق بین مسلمان و مؤمن در چی است؟ مسلمان کسی هست که فقط به زبان میگه من مسلمانم. مؤمن کسی هست که به زبان میگه به قلب اقرار و اصرار میکنه و به تمام وجود این کار عمل میکنه. ما انسان هاییم که فکر میکنیم این کار برای ما خوب است و این کار برای ما بد است، اما از نهایت این کار با خبر نیستیم. خداوند در معنای آیه قرآن می‌فرماید باشد که آن چیزهایی را که شما بد می‌بینید برای شما خوب باشد و آن چیزهایی را که شما دوست می‌دارین برای شما بد باشد. الله می‌داند و شما نمی‌دانید. خداوند آن چیزی را که خیر دنیا و آخرت ما می‌بینی برای ما میسر بگردان. ما نمی‌دانیم چی خیر است چی بد.